سلام، خوش اومدی به 10مین جلسه از چالش 14 روزه زیرو تو هیرو یا صفر تا قهرمانی. امیدوارم که 9 جلسه گذشته رو با موفقیت پشت سر گذاشته باشی و در 1/3 باقی مونده مسیر قوی تر از 2/3 قبل با من پیش بیای. چون میبینم در دوستان، عزیزان، آشنایان، اطرافیان وقتی میپرسم که جلسه چند رو زدی، میگه جلسه فلان. میگم چرا بقیه‌اش رو نزدی؟ میگه درد دارم. هنوز درد جلسه قبلو دارم. انتخاب با شما. در آینده میخوای درد ضعف و ناتوانی و بیماری رو تحمل کنی یا در حال حاضر درد رشد رو تجربه کنی؟ یکی از راهایی که من صبح وقتی بیدار میشم تصمیم میگیرم که روی کدوم عضله فشار بیارم، درده. معیار من درده. عضله‌ای که درد نمیکنه به اون فشار میارم. با اون عضلاتی که درد دارن کاری ندارم. کاری میکنم عضلاتی که درد ندارن دارای درد بشن. عضله‌ای که درد نداره محکوم به ضعف، ناتوانی و تحلیله. اگه عضلاتتون به چالش نکشید تحلیل میره. بدن یه سیستم بهینه است. اگه ببینه به چیزی نیاز نداری، به تراکم استخون نیاز نداری، به عضله نیاز نداری، از بین میبردش. براش انرژی صرف نمیکنه، چیزی درش ذخیره نمیکنه، روش سرمایه گذاری نمیکنه. پس به چالش بکش، ازش بخواه که قوی تر بشه. اگه این اولین ویدیویی که از این چالش میبینی، من بهنام افسونم و اینجا BHB فیته. من به صورت هفتگی تمرینات HIIT یا High Intensity Interval Training یا تمرینات تناوبی با شدت بالا رو منتشر میکنم. اگر به ورزش کردن علاقه‌مندی، با لمس دکمه سابسکرایب پایین صفحه توی کانال مشترک شو و به محض انتشار ویدیوی جدید ازش مطلع بشی. بریم سراغ تمرین امروزمون. تمرین امروزمون 12 دقیقه طول میکشه و شامل 3 رانده که در هر راند 4 حرکت رو هر کدوم به مدت 45 ثانیه انجام میدیم و بین تمرینات 15 ثانیه استراحت میکنیم. پس بریم تمرین امروزمون رو بهتر کنیم. یه توضیح مختصری در مورد هر کدوم از تمرینات بهتون میدم. انجام بدید، مسلط بشید. خوب که ارتباط برقرار کردید، در ادامه ویدیو با من همراه باشید. تمرین اولمون هست دمبل سوینگ یا کتل بل. خب که تو تمرینات قبلی داشتیم، باز هم توضیح میدم. تمرین دوممون هست پشت بازو دمبل جفت دست از پشت. تمرین سوممون هست اسکات پرشی چرخشی. باز هم در تمرینات قبل داشتیم، باز هم توضیح میدم. تمرین سوممون جدید حرکت ایکس شکم که بهتون توضیح میدم. از حرکت اول شروع کنیم، کتل بل یا دمبل سوینگ. مهمترین نکته در انجام این حرکت اینه که این حرکت برای به چالش کشیدن عضلات باسن و همسترینگ پشت پای شما. نباید از شانه یا بازو برای حرکت دادن دمبل استفاده کنید. تو حفظ و ثباتش ازش کمک میگیرید از عضلات بازوها، ولی در حرکت دادنش ازش استفاده نمیکنید. دمبل رو توی دستتون میگیرید با هر دو دست. اگه کتل بل دارید که بهتر. خب پاتون به اندازه عرض لگنتون باز میشه. از مفصل لگن به جلو خم میشید، از کمر نه، از لگن.
از لگن خم میشید، زانوهاتون یه کمی نرم میشه. خب دمبلاتون رو بین زانوهاتون قرار میدید و با عضلات باسن و همسترینگ شروع به حرکت دادن این وزنه میکنید. خب یکم نیاز به هماهنگی عصب و عضله داره. شما چند بار باید این کار رو انجام بدید تا اون مسیر عصبی در مغز شما، در بدن شما تشکیل بشه. مسیر درست انجام دادن این حرکت دوممون پشت بازو جفت دمبل از پشت. دمبلتون رو میگیرید، میارید بالا، روی شونتون میذارید، دستاتون رو جا به جا میکنید، بعد میبرید پشت. خب شروع میکنید پایین بردن، آروم پایین میبرید و میارید بالا. بالا قفل نکنید، پایین میارید، آروم میبرید بالا. حرکت بسیار عالیه برای به چالش کشیدن عضلات پشت بازو. حرکت سوم هست اسکات پرشی چرخشی. پاتون رو به عرض لگنتون باز میکنید، پنجه کمی به خارج متمایل میشه، به پایین حرکت میکنید تا جایی که رانتون با زمین موازی بشه یا زانوتون حدود 90 درجه بشه. خب پایین میرید، با یه انفجار به سمت بالا جهش میکنید و 180 درجه میچرخید. دقت کنید. حرکت خیلی فوق‌العاده‌ای برای عضلات جلوی پا و باسن. حرکت چهارممون حرکت ایکس شکم. یه حرکت فوق‌العاده برای عضلات شکم و پهلو. تا باز دراز میکشید. خب هر دست به سمت پای مخالفش میره. دقت کنید. شبیه به حرف ایکس لاتین. خب بریم که تمریناتمون رو طبق زمانبندی شروع کنیم. 15 ثانیه وقت دارید برای آماده شدن. دمبلتون آماده کنید. برای دمبل سوینگ یا کتلبل. پنج ثانیه پایانی. منظم، آروم، دقیق. تمرکز کن که کدوم عضله رو داری منقبض کنی. اون 10 ثانیه پایانی. عالیه، ادامه بده. حرکت بعدی پشت بازو دمبل از پشت. دمبلتون بیارید بالا سرتون. سعی کنید بازوتون به بدنتون و زمین عمود باشه. گردنتون رو خم نکنید به جلو کشیده. تو قسمت بالای حرکت دستتون رو قفل نکنید. - 15 ثانیه پایانی.
حرکت سوم اسکات پرشی چرخشی. آماده بشید. اون ثانیه پایانی. پنج ثانیه پایانی. حرکت بعدی ایکس شکم. همراه با بالا آوردن دست‌ها و پاها بازدم انجام بدید. راند اول تموم شد. این برای راند دوم. دمبلتون آماده کنید. ثانیه پایانی. عالیه، ادامه بده. حرکت بعدی پشت بازو از پشت. دمبل تو بر بالای سر. اون ثانیه پایانی. این حرکت سوم اسکات پرشی چرخشی. ماشاءالله، ادامه بده.
حرکت چهارم ایکس شکم. این برای راند سوم. عالیه، راند آخره. هر چیزی در توان داری بزن. درد عضله سراغ من اومده، مخصوصا تو عضلات رانم، ولی هدف ما همینه، به چالش کشیدن بدنمون. حرکت دوم در راند سوم. دمبل تو بر بالا سرت. پونزده ثانیه پایانی. حرکت سوم در راند سوم، اسکات پرشی چرخشی. ده ثانیه پایانی. رونم تو آتیشه. بریم ایکس شکم. ده ثانیه پایانی دووم بیار. یه تمرین HIIT دیگر رو پشت سر گذاشتیم.
عالی بود، تبریک میگم. بعد از انجام تمرینات شروع کنید به حرکت کردن، جابجا شدن. نشینید روی زمین، نمونید. بلند شید، با بچه‌ها بازی کنید، کارهای خونه رو انجام بدید، پیاده روی کنید تا کم کم ضربان قد، دمای بدنتون، گردش خونتون اینا کم کم بیاد پایین. باعث درد عضلانی نشه، باعث خستگی بیشترتون نشه. کم کم به حالت عادی برگردید. اگه محتوا براتون مفیده لطفاً با لایک، کامنت، سابسکرایب کردن این کانال این فیدبک رو به من بدید که تولید این محتوا رو ادامه بدم. یا اگر انتقادی دارید یا پیشنهادی دارید یا سوالی دارید میتونید تو قسمت کامنت ها بپرسید یا حتی توی اینستاگرام به من پیام بدید. اینستاگرام من هست بهنام افزون، افزون با 2 تا او. اونجا هم یه بخشی از آموزش حرکات رو آپلود میکنم، ویدیوهای کوتاه یا مطالب و نکاتی که در مورد سلامتی، تغذیه، رژیم، سبک زندگی سالم، چیزایی که میخونم میشنوم و میام اونجا هم با دوستان عزیزانم به اشتراک میذارم. اگه دوست داشتی اونجا هم میتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم و اینکه استمرار داشته باشید، ناامید نشید، مطمئن باشید نتیجه میگیرید. قطعاً با استمرار، ورزش منظم و رژیم غذایی که من رژیم‌های غذایی زیادی رو تجربه کردم، پیشنهاد من به شما فستینگه. راحت‌تر از همه است، کمترین محدودیت از نظر غذایی داره، زیاد دست و پاگیر نیست، نمیخواد کالری بشماری، نمیدونم اینجور داستانا. کالری شماری دوستان واسه حرفه‌ایاست. کی حرفه‌ای؟ کسی که وظیفش فقط ورزش کردنه، شغلشه، سبک زندگیشه و کسای دیگه‌ای براش رژیم غذایی می‌نویسن، کسای دیگه‌ای براش غذا آماده میکنن، کسای دیگه‌ای کالریشو حساب میکنن، وضعیت سلامتیشو میسنجن. این میشه یه فرد حرفه‌ای. اگر حرفه‌ای نیستید که قطعاً وقتی دارید با من تمرین میکنید که فرد حرفه‌ای نیستید، چون من هم نیستم، باید از یه رژیم راحت‌تر، فلکسیبل‌تر، نرم‌تر استفاده کنیم که بتونیم مدام ازش استفاده کنیم، در طول زمان ازش استفاده کنیم، نه مقطعی 1 ماه، 6 ماه، 1 ساله. برای تمام طول سال بتونیم ازش استفاده کنیم و بدن ما با اون خوب بگیره، اخت بگیره، هماهنگ بشه، هورموناشو هماهنگ کنه، خوابشو هماهنگ کنه، سوخت و سازشو هماهنگ کنه. زمانی که معده آماده است برای هضم غذا، اسید معده اون موقع ترشح بشه، سر نظم منظم، سر ساعت مشخص، بهترین رژیم برای زندگی من بعد از تجربه 2 تا رژیم فستینگ به شما هم پیشنهاد میکنم. خیلی مزایای سلامتی داره، خیلی خوبه، خیلی تو زندگی به من کمک کرده. و اینکه یادآوری میکنم بهتون هیچ چیزی مهمتر از سلامتی شما نیست، هیچ چیزی و هیچ دوستی در حال حاضر تو این دنیای مادی نزدیکتر و همراهتر از بدن شما نیست. نزدیکترین دوست به شما در حال حاضر بدن شماست. این ماشینی که در اختیار دارید، این مرکبی که در اختیار شماست، شما رو حمل میکنه، شما رو جابجا میکنه، به شما زندگی داده، به شما توانایی داده، به شما انتخاب داده، در حال حاضر این بدن. ازش مراقبت کنید،
باش دوست باشید که بعداً پشیمون نشید که چرا قدر سلامتی رو ندونستم، چرا قدر جوانی رو ندونستم. من تو کار خودم هر روز بیشتر از 5 بار میشنوم افرادی که میگن قدر جوانی و سلامتی رو بدون و من این راه و روش زندگی کردن و برای قدردانی از سلامتی و جوانی انتخاب کردم. موفق و تندرست باشید. خدا نگهدار.